دلخورم اسماعیل. حسن جان 19 سال هیچ خبری از شما ندارم. 19 سال حیرون کوچه های پایتختم. 19 ساله که شما از من بیخبری و هیچ تلاشی برای خبرداری از شما ندیدم. اونجا وای نسا حسن بگی. معمار اینجا موقع چیدن خشت و بستن یه دستاش بدجور می‌لرزید. به خاطر شما 19 سال نیمه شبا قبل بانگ هر اذان صبح روی تمام طاقی‌های کشور وای میستم و اسمتون رو بلند بلند صدا میزنم که چی بشه آخه حسن جان؟ به خدا قسم اگه خدا را هم تو قلعه قهقه زندونی کنن تمام ایران یادشون میره که مسلمان بودن. این عاشق نشوها فراموشکارن آقا جان. حالا که قرار شاهی شماست و خبر پیچ شده توی پایتخت، همه روی تمام طاقی‌ها ایستاده دارن اسمتونو قبل بانگ هر اذان صبح با تمنا فریاد میزنن بلندتر از الله اکبر مؤذن مسجد جامع. اصفهان؟ قزوین آقا جان. نیازی نبود به این همه تلاش. 19 سال انتظار شما به حال ما کافیه. عاشق فقط یه معشوق داره، منم از این عاشق نشوها بیزارم. لطف دارید آقا جان. مردم هم شاید کمی گرسنه‌اند و الا فرقی نیست بین من و شما برای اونها. با من از این حرفا نزن اسماعیل. به هر حال ما از پادشاهی کردن به این جماعت بیزاریم. سر مگو هم نیست که بگم و شما را از جال زدنش منع کنم. بفرمایید با آن کاخ بگید اسماعیل شاهی رو نمیخواد. باشه برای خودش. این حرفا شما رو در قهقهه 19 سال دیگه از من دور میکنه. تو میگی چه کنم؟ شاه اسماعیل باشید اسماعیل جان. ایران به شما تمنای حمله سری داره. بیایید تا زاینده رود دریای خون نشده. اینا تمام ایران رو گردن میزنن بی آقای شما، به بهانه شما، به نام شما میکشن هر موجوده از زندان خروج نکرده ای رو. اینا مادرای آبستن رو میکشن، پدرای فردا رو اخته میکنن، مغزها رو کور میکنن. دزدی اندیشه و هنر میشه پسوند نام شاهی صفوی. آنچه که شما در نشگی از پایتختی اصفهان وصف میکردی برای این کمترین هیچ و پوچ میشه. من 19 ساله میبینم آقا جان، شما 19 ساله ندیدی که میدیدی اینطور از قضای زندان و قدر روزگار راضی نبودی.
برمیگردیم به قهقه. اسماعیل، قدم از قدم برداری، خودم رو در زاینده رود غرق میکنم. پلی بر زاینده رود عزیز میسازیم. یک پلی به نام حسن بیگ الواچی به یاد این حرفهای شیرین تو حسن جان. از این طرف زاینده رود جانجانی به بعیدترین خشکی بلندترین پل رود اون خندق خیز که اگر ما رو دوباره به قهوه فرستادن، حسن بیگ جان ما بی هیچ ترس و بازگشت خودشو در زاینده رود بمیران. دیگران کلمات شما رو به پای دیوانگی می نویسند. شما میدانی چه حکمی در دل من دارن این کلمات. اون موقع من از صدای جارچیا خلاص میشم وقتی شما رو از حسن بیگ بگیرن. وقتی تو شهر جار میزنن که شاه کشی. یک دست و پا زدنی یاد بگیر حسن بیگ. ما حتی بی وجود خودمان هم دل از دست دادن شما رو نداریم. بلدم اسماعیل، اما وقتی به علت شاه کشی خودم رو به زاینده رود بسپارم، بیشک از عاشقی شاه رفته از دست و پا زدن بر آب رو هم از یاد خواهم برد. از تو هم مثل اون جماعت فراموشکاری. فراموشی مردم از عشقشون به جاودانگی آب خوره، نه منی که از عشق یک میرا فراموشکارم. بی دست و پا میشم اسماعیل. شاه قبول. با من به پایتخت میای؟ اصفهان؟ نه هنوز آقا جان، همان قزوین طهماسب. بله. شاه اسماعیل پیشتر راه بیفتند. این شاه 19 ساله ایرانو ندیده، بیراه نما بیشک راه قزوین سر از عثمانی در میاره. شما پیشتر بفرمایید حسن بیگ جان. قرار پادشاهی اسماعیل حسین بیگ به حیدر میرزا بگیر دیگه تموم تاج پادشاه رو پس بده. آهای حیدر میرزا، حرمسرا به حکم خدا برات حرومه میشنوی؟ فقط یک کلمه از پس و پیشت پس بده تا 4 سوراخت رو بدوزم. پشتت به یه مشت پست صوفی گرم حسین بیگ. شمات مال من؟ چی شد؟ حیدر میرزا به حکم مهردار شاه طهماسب پادشاه حسین قلی. توف به قبل ننه گرجش کدوم حکم مهردار حسین بیگ؟ کدوم ملاقی باور کرده که تو میکنی؟ داری بی حرمتی به مادر پادشاه میکنی حسین قلی. اون حروم خوره حروم کنه بی غیرت خود اندرش کجاست که تو یه تازی واسه سردخته خشون شاه اسماعیل رگ فلمسل غیرت پاک میکنه؟ شاه الان تو قلعه قهقه زندانی حسین قلی. سر خودتو رو تنک بافیدی. شاه اسماعیل از قهقه آزاد شده، دو قدمی من و توه. تو که خوب میشناسیش. الانم 20 سال از جنگ و خون و کشتن دوره. الان هارگه تن همتون رو با هم میداره. اونی که سرش به تنش مفته توی نمن. دری بری میبافی حسین قلی. همین بس که نبا حکم مهردار شاه طهماسب که فقط با اسم اسماعیل کل خشونت شاشیدن به خودشون. آهای حیدر میرزا، بیا بیرون از اون حرم سرای حروم به تنت. شاه اسماعیل تو راه پایتخته. فریاد من فقط صدای دندون گروچشه. هر کی ندونه تو که خوب میدونی چه بلایی سرت. اگه بیشتر از این رخت کثیف کنی با اون زن ببند شالت. برادرم کجاست حسین قلی؟ به به، چشممون به جمالش وازده روشن شد. قزل باشا کجا حسین بیگ؟ رفتن پیشواز اسماعیل میرزا. حسین بیگ؟ نمیدونم حیدر میرزا. شما هم که یادت رفت ایشوند شاهی حسین بیگ. مگه سرش به تنش زیادی کرده حیدر میرزا؟ بیا من بهت میگم شاه. حیدر شاه خوبه؟ حیدر شاه. شاه حیدر حسین قلی. حالا هرچی. دلم برای این کشور میسوزه.
تا به حال صفویه رو اینقدر حقیر و تنها ندیده بودم. تا به حال این همه فراموشکار یه جا ندیده بودم. برادرم کجاست حسین قلی؟ صفویه با همین پادشاهی یک روزه شما حقیر شده میرزا. به پادشاهی بی‌حرمتی کردی ای مخ. به نام شاهزاده صفوی حق از حرمت نداری حسین قلی. حالا حیدر میرزا. برادرم کجاست حسین بیگ؟ حسین بیگ چرا لال شدی؟ تو قسم جلال خودی به ما وفادار باشی. گوشونت کجا رفتن؟ جواب بده حسین بیگ. جناب پادشاه، بله. حکم مأمور شاه طهماسب کجاست؟ دست پری خانم. ای وای! پادشاه عظیم خان! ای زنده الله! پری خان که الان اینجا بود کجاست؟ یا رب ستخان! صفویه تنها نیست حیدر میرزا، شما تنهایی. جماعتو که دیدی، خواهر شما در های این کاخ و 4 تا آق روی همین گوشون باز کرد که ما به شما شرف یاب شدیم که اسماعیل میرزا بشه شاه اسماعیل. پری خانم زنن حکم مأمور شاه مدفون پیشین تا به مهر پادشاه حکمی به در راه نرسه بلا اثره. برادرم کجاست؟ میرسن آقا، خیلی زود، اما شما مجال دیدنشون رو ندارید. یعنی چه؟ نمازی، دعایی، چیزی غسل واجبی اگر دادی سرکر انجام بدی نیدن نیست. داره دیر میشه. الانه که پادشاه سر برسه. ما در همان حوض نوبرفام غسلی انجام بدیم کافی. نماز صبح هم پیش از شنیدن صدای دندون قروچه برادرم خواندم. دعا هم همین بس که دعای خیر شاه پیشین رو دارم. نیازی به مهر و دعای شاه اکنون شما هم ندارم. حسینه حداقل یک کاسه آب که میتونی برای حیدر میرزا بیاری. چه کنم حیدر میرزا؟ یک کاسه آب از همان حوض نوبرفام به ما برسید حسین جان. معلومه تو حسین بیگ. منو ترک کن حسین بیگ. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله. تو چه کردی حسین قلی؟ شاه کشی کردم من اومدن خونه این مادر به خطا رو به حکم برادر کشی جار میزنن حسین قلی. میگن اسماعیل نرسیده جان گرفت. من کاغذ داشتم به این کار آقا، سر خود که نمیکشم من حرومی رو. خط و کاغذ از که داشتی؟ من قربانت برم خواهر. کجا بودی 20 سال؟ دلنگران تو برادر جون. دستپخت شماست عزیزاده. تو خواهر مایی. دستپخت منه برادر. خب خواهر جان، الان همین قشون حسین قلی جار میزنن اسماعیل نرسیده فلان کرد و بهمان. چشمای عامل قتل برادر ناتنی بس نیست برای خونه حیدر میرزا. من برم خاتون. ما اینجاییم حسین قلی، تو از خواهر ما میپرسی؟ آخه شما ما نبودیم چه کردی که از قشون حسین قلی تا قزلباشا همه گوش به فرمان شما جانی داری؟ جای خالی شما را پر کردم برادر. دلم برای این اشبه ها قد همین چک خونه ای در میرزا لایه شکاف انگشته های نحیفم تنگ شده بود. جمهوری همونی میشه که ازش میترسی. بله حسین قلی جانم آقا. شما میدانی پدر ما با آن همه علاقه به اسماعیل جان شر ما رو 20 سال به قهقه فرستاد؟ نه آقا. خب کمی فکر کن. فکر؟ لطفاً کمی فکر کن. چشم. ببین حسین بیگ با قشونش بیاد اینجا. اصلا خب کردی؟ نمیدونم آقا. منی که برام شاه کشی کردی حسین قلی 20 سال تمامو در زندان بودم و تو نپرسیدی من اسماعیل چرا 20 سال در قهقه‌ام؟ پری خان جانم برادر. دستور بدید ما رو برگردونن به آقا قهقه. چرا؟ ببر صدا تو. چرا برادر وقتی جان؟ حتی حسین بیگ هم فکر نکرده ما چرا 20 سال در قهقه بودیم فکر میکنیم مردم فکر میکنن ما از پادشاهی کردن به این جماعت بیزاری ما رو باش فکر میکردیم مردم فراموش کردن، اما اصلا چیزی برای فراموشی ندارن. اصلا نمیپرسن کی کی و کی کجا کشته. اون نقشه شما هم ملغا. ما دل کور کردن چشمایی که پشتشون یه دیوار سفید بی خط و خال بلنده رو نداریم. خواهر یه فیلسوفی، هنرمندی، حکیمی، متفکری، گاوی، گوسفندی، یه چیزی بود به زحمتش میارزید.
ببخش منو، لب به غذایی که پختی نزده برمیگرد. آقا میخواستین ما رو کور کنین؟ ای وای، ببین یارو لالوی این همه شعر چیه شد. برادر جان، شما برین چه کسی بار سنگین نام صفوی رو به دوش بکشه؟ چه کسی قرار امید مردم باشه؟ چه کسی پادشاه صفویه باشه که از عثمانی تا شمال شرق هیچ جنبنده جرأت تجاوز به ایران رو نداشته باشه؟ محمد میرزا که هست، اون هم از تخم و ترکه ماست دیگه خواهر جان. شاست مارس کردیم اینم هم خیلی توش نیست، ولی کو گوشش شنوا. ما که هنوز شاه نشدیم حسین بی. به خدا این قشون ما شاهدن که ما حق و پادشاهی شما میدونیم، اما نه اینکه به حکم این فکر ما فرزندی از شاه طهماسب کشته بشه. به خدا قصد ما همین بود. قشون ما شاهد عکس این ماجراست. حسین بی، شما میدانی پدر چرا ما رو 20 سال به قلعه قهقه فرستاد؟ نه آقا. میبینی پری؟ بله میبینم. چه شده خاتون؟ اسماعیل میرزا به قهقه برمیگردن. پس چه کسی پادشاه صفویه باشه خاتون؟ ما برای جلوس ایشان شاه کشی کردیم. تو برادر ما رو کشتی. نه آقا. گناه کبیره. کدام گناه رو کبیره؟ میگه آقا خب. شما ادامه بدین. از کجا معلوم شما گناه نمی‌کنی؟ دستاشم خونی اسماعیل. دستای منم خونیه حسین به بی. خدا قسم ما آمدیم سر مبارک برادر رو از روی زمین برداریم سر دل خود تا پیش خودش. راست میگه. نه به تو خواهر مایی مرتی که من ندیدم برادر. اصلا شاهد نمیخواد، منطقیه. آقا شاه کش. خواهر جان، ما دل مجازات کردن این پست شاهکش رو نداریم. بگیرش. قشونش کو بگیم برن. رفتن. حبس و زندان ما رو بدجوری تغییر داد. عجیب شما ملت آزاد چطوریش تغییری نکردید؟ شاه اسماعیل. اسماعیل میرزا. اسماعیل میرزا به خدا قسم من از جان برادر شما حراست میکردم. دروغ نگو، قشونت هم شهادت دادن تو برادر ما رو من کشتی. حتی کلمه نگفتم شاه اسماعیل میرزا. اسماعیل. گفتن شما نشنیدی، شهادت دادن رفتن. شما سواد نوشتن داری حسین بی؟ ما از کودکی تا به امروز به رکاب اسماعیل در تمام جنگ‌هایشان با عثمانی جانفشانی کردیم، به غیر از اون 20 سال دوری آقا. راست میگه. فرصتی برای آموختن کاغذنویسی نداشتیم خاتونم، اگر تکلیف کنید از صاحب مکتب میریم. راست میگه. انگشتای هر دو دست و زبانش برای تو. با کمال میل خاتون. خاتون التماس میکنم من دوش به دوش شاه اسماعیل. اسماعیل میرزا. اسماعیل میرزا در تمام جنگ‌هایشان با عثمانی جانفشانی کردم. این تنه نوچه سربستی را که ما خورده تا به اسماعیل میرزا کفندی نرسه. راست میگه. و شما همینطور مویه میکردی وقتی زخم از سینه کمان میخوردی؟ خاتون فریاد درد زخم‌ها رو خورد میدادیم تا اسماعیل جوانی هیچ از درد زخم‌های تیر و خنجر نفهمه. جنگ مکتب ما نبود برای خانم، اما برای اسماعیل جوان مکتب دست نگهدار حسین قلی. بله. درد و رنج انسان شاعر پیشه میکنه حسین بیگ عزیز همرز. خنجر تیزی حسین قلی نه؟ نه آقا. آخ پس خیلی بی‌رحمانه است. میدونی چرا حسین بیگ؟ لطفاً کمی فکر کن. میدونی چرا؟ اصلا ولش کن. چرا آقا؟ خوب این حداقل میپرسه چرا، ولی تو ببر بره. ای کاش به جای این حرفا امان میخواستی. ضمن نیازی نیست اشهد بخوانی، قرار نیست بمیری. قرار لال عاجز پادشاهی صفویه رو ببینی و بشنوی و هیچ خط و نشانی ازت شنیده و خوانده نشه. تو هم زودتر ببر اون زبانو. باز. سلام برادر. دیدی محمد؟ دیدی سر برادرمونو بریدن؟ دیدی من با قاتل برادر چه کردم؟ نه چطور ندیدی؟ ببین نمیبینم. ببین ما برمیگردیم به قهقه. شما نمیتونی به قهقه بری برادر. محمد میرزا هم از ما بزرگتره هم صبورتر. ما صبر پادشاهی کردن به این جماعت رو نداریم. محمد میرزا نمیتونه پادشاه بشه اسماعیل. میتونه. نمیتونم اسماعیل. برادر شما میدانی پدر چرا ما رو 20 سال در قهقه زندانی کرد؟ میدونم. الله اکبر. پری خان بنده خدا تخم و ترکه ما محمد میرزای عارف برادرمون همین این پادشاه صفویه است. ای وای. چرا چی حسین قلی؟ اجازه هست؟ چرا چی؟ چرا اسماعیل میرزا 20 سال در قهقه زندانی به شما ربطی نداره حسین قلی. محمد میرزا نمیتونه پادشاه بشه اسماعیل. چرا؟ نمیتونم اسماعیل. چرا؟ نمیتونه پادشاه شه. چرا؟ محمد میرزا کوره. اسماعیل میرزا کوره؟ بله. اما تو کور نیستی حسین قلی. نخیر. من کور نیستم اسماعیل میرزا. محمد میرزا کور. بله شنیدم. راست میگی اسماعیل. بله شنیدم برادر. گفتم که محمد میرزا. بله شنیدم خواهم. بفرمایید همه تایید کردم. حسین قلی شما میدانی پدر ما با آن همه علاقه به کفت‌های انگورش
چرا دستور کندن تمام درختان انگور ایران را از ریشه صادر کرد؟ همه رو؟ تو کور نبودی حسین گلی بودی؟ نه آقا نبودم، من ندیدم. ای کاش میگفتی به یاد ندارم. به یاد ندارم. الان دیره برای آرز شدن این عبارت. چرا اسمان میزی؟ چرا میگی حسین؟ چرا دیره اسمان میزی؟ حسین گلی تو که عمری در نزدیکی خاندان پادشاهی ایران زندگی کردی باید از متفکران یا لااقل از خواص باشی. اما چطور شده خواص انقدر ابلق شدن؟ اسمان! بذار به کارم برسم. بفرمایید. محمد میرزا کور نیست. شما ملت کورید که با دیدن ریشه‌کن شدن جامه‌های شرابتون حتی در خاطراتتون هم اثری از مستی باقی نمونده. انگار پیش از این کلام هیچ کرتمه و درخت انگور و جام شرابی در این زمین نبوده و اگرم بوده شما به یاد ندارید. دیست اسمان میرزا. ای وای پری میبینی؟ بله میبینم. اما تو نمیبینی چه حسین. چیز رو نمیبینم اسمان؟ کاش این انگشت‌های نریف من تا آمد جمجمه تو حسین گلی میرفت و میرفت تا نور خورشید از این کاسه خالی طلوع میکرد تا این جمجمه امیدی باشه برای من ناامید دستای شاه کش. ای وای که این دستا دل سوراخ کردن چشماتو ندارن. ای وای که شاعرها دل کشتن آدم‌ها رو ندارن و کلمات رو میکشیم. ما کرده تو این ملت رو با انگشتامون از سر و چشماتون پاک میکنیم. اصلا نترس حسین گلی، از این دستا نترس، از کلمات مثل از این جهل که از تن تو با کلمات من میجنگه و این دستای شاعر من باید عادت کنن به نرمی چشمهای شما. اسمان میرزا، پریخان خانوم، حسین بگ، دستامو بگیر. اینا کجا رفتن حسین؟ شعر بخوان حسین گلی. شعر علاج درد جهل برای حسین بگ. شعر بخوان اون صدا تو میشنوه. مویه کن از این ندم. شعر حسین گلی. حسین بگ نگاه کن. منو ببین. جای کاسه خالی چشمای حسین گلی تو به من نگاه کن. چطور شده فرستادن دنبال من؟ بیقراری میکنن آقا جان. میگن شب خواب کرت مو دیدن پدرشون لالوی شاخه ها جام عیسی مسیح به دست داشتن و شرب خمر میکردن. تحماس؟ الانم پاتیل به دست منتظر شما. کجا؟ نترسید. من بیش از این همراه شما نمیام علی بیگ. چرا؟ خبر پیچ شده اسماعیل نیامده جان تمام سیاسیون طهماسبی رو گرفته. درست شنیدید. من نمیام علی بیگ. پریخان خانم حامی جان شمان. دستخط. بله اینو بگیر. نترس. این حق شماست. شنیدم زبان حسین قلی و چشمان حسین بیگ رو آقا در آوردن. زبان حسین بیگ و چشمان حسین قلی. میتونم خط خاتون رو ببینم باز؟ بله. بریم. میدونستم باز میخوای بندازیش. بریم. شما بفرمایید علی بیگ. بمانید. سلام اسماعیل میرزا. شاه اسماعیل. نترسید خواهر وساطت کردن. پاتیل به دست دارید در سرسرای کاخشاه؟ پدر ما که مرده قاضی بیگ. خبر پاتیل به دسته ما به کار چه کسی میاد؟ هیچ کس. دروغ نگو برادر. رسم برادری که فرمودید همواره به بنده حکم میکرد که جاسوسی شما رو برای طهماسب نکنم. منم نکردم از این دست کارها آقا. نامه و سرخط و مهر و خار و مادر و همه کس شما بر اوراق دست پدر ما بود. من دیدم.
شما چطور همچنان کتمان میکنید؟ نمیفهمم حرف از چی میزنید آقا. حرف از اخباری که این پادشاه در مقابل تو ایستاده رو 20 سال به قهقه فرستاد. حرف از نامه هایی که 20 سال از بهترین سالهای این شاه در مقابل تو ایستاده رو سوزاند. من سواد نداشتم آقا، چطور میدونم نامه‌ای بنویسم؟ پس خواهر ما هم همان نامه‌ای برای شما ننوشت. علی بیگ در راه من رو مطمئن به وجود نامه کرد. من نامه رو دیدم، خوندم، مهردار بود به خط خاتون. شما که سواد نداشتی قاضی بیگ. داشت. من به نامه تو باور دارم. من آن نامه را دیدم قاضی بیگ. تمام زندگی ما در آن نامه هنرمندانه برای پدر نگارگری شده بود. شما هم به همان نامه خودت باور داری، اما به نامه ما خیر. حتی اگر آن نامه را تو ننوشته ای به گردن بگیر تا من هم همان نامه تو را باور کنم. باش، اون نامه رو من نوشتم شاه. دیگه اصلا 20 سال پرسش منو پاسخ دادی زلقت. چه پرسشی؟ همیشه سوال ما این بود که اخبار رو چه کسی به گوش پدر میرسونه، چه کسی از پاتیل به دستی ما گرفته تا شیطنت‌های مرزی ما با عثمانی و تمام گناهان کوچک و بزرگ حادث شده تا آنها که در اندیشه ما بود را به پدر مخابره میکنه. شما مگه نامه ها رو ندیدین؟ نامه ها؟ بله. نخیر. اما 20 سال فرصت گمان زنی داشتیم و شما هم 20 سال فرصت به نابودی کشاندن صفویه. من همان نامه دارم. بیا. این از تمام نامه‌های مخبران پایتخت، مرز و خفیخان‌های درون ما. اینا همش. اما من هرچند که لاریوشان گشتم نامه شما را نیافتم. پس چطور در طول 20 سال گذشته با این حجم از شواهد که گواه عدم نگارش نامه ای از من به پدر فقید شماست بنده رو خاطی میدونید؟ چون در هیچ کدام از این نامه ها گمانه ای از توطئه ما برای به شاهی رسیدن نبود. دلیل مطلق این عدم خواست شما به ابقای پدر بر شاهی ایران بود. قاضی، من قصد براندازی پدر رو داشتم بارها. از لحظه‌ای که چرت‌های ما رو خوش کردن، از وقتی آقایون پدر رو پشت و رو کردن، از زمانی که تمام نگارگران رو از کشور فراری دادن. شما مثل اینکه یادت نمیاد. ما سپرده بودیم شما رو از این دستور آگاه کنن تا به سود ما مفتش باشی. شما هم که عرض کردی من تا پای جان پای تماس نشستم. در ضمن اوراق این چنینی رو هیچ گاوی با جوهر بر کاغذ نمی‌نویسه. شما چنین قصدی نداشتید آقا جان. همه ما با آقایان موافقت کردیم همان شبی که پدر دستور ذوب پاتیل شاهی رو به کوره دادن. من جلادان هنرنادان جام عیسی رو به پاداش مظلوم آقایان نصب کرد. جام عیسی؟ تمام خاور به دنبال آن جام بود. قاضی شما به جز حکم جاسوسی ما حکم مستشاری هنر ایران در عثمانی رو هم داشتی. شما لاتین میدانی، یعنی خطی نشانی از آن جام نخوانده ای. شما بعد از عهدنامه ما با عثمانی عهد عتیق و نو را از بر بود نزن. شما به ما میگی لال شدی قاضی بیگ، لال. ما هم مفتش داشتیم آقا. ما درخت ما نیستیم که پای ما شیره جانمون رو بریزن و بایستیم تا شاعر مسلک مواتمان کنن. بله. بله. من هم آن نامه دارم. کو به جیب راست علی بیگ من خودم دیدم خوندم. به تخم چپ خودتان نوشته. قاتل دست راست ما رو ببین دیگه قاضی بیگ. شما به حال مستی دروغ میسازید شاه، هوشیاری. ما هم کرت موی خودمون رو داریم. پدر ما اینقدر گاو نبود که دانه ها رو هم به کوره بسپاره. ما در قهقهه باغی از شراب داشتیم. یک باغ و من 20 سال باغبان بودم. دیوارای بلند قهقهه از باغ ما حراست میکنه. اون ولی دیوارا هیچ بیگناهی ندیده قاضی بیگ. به حکم این اخبار، این حقیر، خودم باید مرده بدونم دیگه. حسن. 2 راه پیش روی شماست. 3 راه. راه اول حبس در قهقهه به مدت 20 سال در جوار باغات انگور و خمره های شراب ما. راه دوم مرگ. راه سوم همان حرف قدیمی. کدام؟ مفتش شما باش. این حقیر قلعه قهقهه رو ترجیح میدم آقا.
این راه به علت مسلمانی طهماسبونه‌تان برای شما بسته است. بسته نه، حرام است. من 8 تا بچه دارم آقا. ما نیز 4 ماه داماد بودیم که پدر ما رو به قهقه فرستاد با من از این حرفا نزن. کار من نیست آقا. من تفتیش نمی کنم، بلد نیستم. پس لاجرم باید بمیری. بله. الان نه. از آنجا که شما شهادت به تفتیش ما برای پدر دادی و این گناه حکما عذابی علیم در آخرت براتون به همراه داره، ما باید پیش از مرگ گناهان شما رو بشوریم. چطور؟ رنج و عذاب گناهان آدم را میشورد برادر. تحمل درد در این دنیا شما را در آن یکی دنیا به آرامش ابدی نائل میکنه. در تیغو که خوانده ای. بله. خب چه چیز رو باید تفتیش بکنم؟ همه چیز، همه کس، همه جا، همه وقت به تنهایی. و من خوب میدانم شما تنها شخص در تمام خاور هستی که از عهده چنین کاری برمیایی. و الا از قائله تفتیش پاپ جولیوس سوم برای عثمانی و تفتیش آن سلطان سلیمان برای پدر ما زنده بیرون نمی آمدیم. بله. پس بفرمایید. کجا؟ قاضی همه جا. خاتون 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 ما رو برای چند میخوانید خواهر؟ ای کاش ادراک شما مثل چشمان شما کور نبود برادر. خوب شد یه عیب و ایرادی در ما هست که محل بحث باشه. در این کشور برای مردان اخته هم امکان پادشاهی هست، چه رسد به مردان کور. همیشه متانت و ادب شما رو تحسین میکردم خواهر. میبینی محمد، شما گرفتار کلمات هستی، اما حقیقتا وضعیت رو فقط با همین کلمات میشه توصیف کرد. خدا منو نابینا کرد تا ولع پادشاه رو از دست بدم، تا برادرم شما و دیگران اصیل بتوانند با چشمان گشود ایران صفوی رو نامیرا کنند، تا به خواست خداوندتان با طول عمر بیشترتان بتوانی جیره‌خوار ایران صفوی باشی برادر. دهنتو ببند پری. چه میکنی اگر این دهان تا ابد باز بمونه و جار بزنه که شما حقیقتا در یوزه چه چیز هستی؟ شما رو چون خواهری نوتری از مادر چه شما لایق قدرتی برادر. حالا نوبت من نیست پری. حقیقتاً برادر ما لایق این شاهیه. اون 20 سال گذشته در قهقه انتظار کشید تا امروز رو ببینیم. در نوباوگی ما را از دستیازی بیشتر عثمانی نجات داده. اون روزا من جوان بودم و بینا، اما فقط رفت کثیف میکردم با زنا و این کوری کفرانه همه بی تفاوتی منه. نوبت اون گذشته برادر، زمانی که باید در جایی که باید نبود. به خاطر بی تفاوتی ما پری خانوم برادر ما، پادشاه ماست. و تو از لحظه تاجگذاری پادشاه نقشه براندازی میکشی. نه خیر. پس این مزخرفات چیه پری؟ خاتون، من اجازه حتی واژه پراکنی ندادی برادر. این من نیستم که نقشه براندازی دارم. من که کمک بودم تا به شاهی برسه. این شما هستی که پر از عقده قدرت، اما خاتون خودت رو برای شاهی اسیر نمیدونی. تو به این چیزا فکر میکنی برادر. به من نگو کورم، بگو اختم و تخم شاهی. خاتون اجازه میفرمایید؟ اللهم برام عجیبه که با شما در اصالت هم دارم. خاتون اجازه هست؟ بفرمایید. خاتون تعجیل بفرمایید. شاه اسماعیل منتظر است. چه کسی به شما اجازه زبان درازی داد؟ محمد میرزا گفتن، اگه نمیگفتن که نمیگفتن.
خودم میام. بله. اینجا کشوریه که از پریخان خانم سوالی میپرسن و جواب برادر کورش را اصیل میدونن. خاک قزوین هنوزم بوی شراب می‌بوسه. چی میگی؟ بیا باب کم کمک دارم میفهمم چی میگی حسین بی. اما اینجا بوی خاک میاد، انگار زمین رو خیس کرده باشه. حسین قوی من باب میبینم اینجا فقط بیا بابه. چشمای تو تا تن من هنوز خیلی دور حسین بی. شاید من هنوز نمیفهمم چه چیز از دهانت بیرون میاد. این خونه که از دهنت بیرون میاد حسین بی. حرف نزن. چی شده؟ چه کسی؟ صلوات بفرست حسین بی. نترس حسین بی. عزیز همراه سلام. سلام آقا. این روزها شیطان هم با ذکر صلوات دور نمیشه، چه برسه به این بندگی خدا. امر شما با این دو حقیق چیه؟ کافیه حسین بی. با دهان پر از خون صلوات فرستادن گناه. رحم کردم، انقدر عاجزانه به من نگاه نکن. رحم نکردم حسین قلی. به خدا من نمیدونم آقا. به خدا من فقط گناهان شما رو شستم. بله آقا، ما از الطاف شما بی بهره نبودیم. ترحم بر گناه کار عادت مردم ماست. اگر اونا یادشون رفته که شما شاه کشی کردین، من فراموش نمی کنم که برادر من و شما 2 نفر سلاخی کردین. دروغی که آدم‌ها از ترس جانشون میگن اونا رو رقت انگیز میکنه. اینطورم جلو حسین قلی با این هستم. من زبان و چشم شما رو گرفتم، خاطراتتون هنوزم مال خودتونه. لطف کردید آقا. یادتون رفته مثل سگای تازی با گلتون افتاده بودین به جون هم؟ چی میگه ما به کفاره گناهمون راضی هستیم و از شما طلب بخشش بیشتر داریم آقا. وای حسین قلی دروغ نگو. به خدا من دروغ نمیگم آقا. تو رو به خدا دروغ نگو. من دروغ نمیگم آقا. اسماعیل جان، ای وای پری چه کردید با به شاه؟ خدا نمیدارم خاتون آقا، با من کاری داشتن. بگو اینا برن. بفرمایید. با این دریوزه ها چه کار داری آخه اسماعیل؟ نخور پیشبند شاهی ما رو پری خان. بله، عذر من رو بپذیرید شاه اسماعیل. پیکر سلطان بیگم کجاست؟ در راه قزوین هستند. از هرات که نمیان خواهر، فرمودید همین اصفهان تشریف دارن. به خدا من بی اطلاعم. من 20 سال پشت دیوارایی بلند از تماشای دشت قزوین عاجز بودم، اما از شما بیشتر اطلاع دارم. به همین سبب پادشاه ایرانید آقا جان. تو رو به خدا ما رو خر فرض نکن. چه بلایی سر همسر ما آوردی؟ به خدا در راه قزوین هستم. کی میرسه پس؟ بسیار زود. تا به حال جای مادیان خر زیر پایشان گذاشته اید. با آن یابو هم فرمانده ای تعجیل نکند، شاید پیش از رسیدن ملکه شاهش را کشته باشید. بیش از این به شما اجازه نمیدهم شک به مقصود خیر من داخل کنید. عجب 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 که شما اجازه نمیدهید به شاه. متاسفم که ملکگیری شما به قیمت همبستری با معالم تلقی میشه. خاتون که آمدن جویا بشوید که بنده چه ها کردم تا شما اینجا بشینید و هر چه دلتان خواست بار شاه ای رو بخواهید وای کنید. که شاهی من منت امثال تو رو بارکشی اسماعیل میکن. جان. ای وای که من عاجز از شادری محکوم بس کن حکومت برادر، بس پنجاه کن. من هستم. ای وای که پیش از برادری شاه شما تو را به خدا بس کن بیچاره اسماعیل. خدا که برد زبان همگان شده. چه کنم من کجبخت بی‌علت؟ زبان من کهنه زبان رو ببار از زبانه. تا لحظه ای
چون بیگمان امینم شما را به حضور نخواهم پذیرفت. مرخصی. بفرمایید. برادر خوش آمدی میرزا. کشور عجیبی شده حضرت اشرف. چطور؟ تا به حال به درگاه هیچ شاهی شرفیاب نشدم که در طول مسیر 5-6 باری مورد سرقت واقع نشده باشم. گونه‌ات چه شده؟ همچنان که از هر جا تا هر کجا در سیر باشیم مورد ضرب و شتم و دشنام اینها قرار میگیریم. دست نزن. به همین علت شما رو فراخواندم. کجا بودی تا به امروز؟ خفیه. متاسفم برادر. ما به این اوضاع عادت داریم برادر، مگر آنکه این کشور ما را اسیر بداند. شاه شما را اسیر می‌داند. شما کی از قهقه در آمدید؟ ما به محض آنکه شاه شدی. بهترین است که تا قبل از طلوع آفتاب امورات حضرت اشرف را با خود ببرید. نترسید معین الدین، به ما نگاه کن. شما از بامداد امروز تا ابد حیات ما و انشاءالله صفویه در امنیت کامل خواهید بود. به چه علت؟ به این علت که شما هم حق تماشای طلوع و غروب سرزمین خودتان را دارید. خشونت چند سالی که بر ما اعمال میکنن شعر خواندن نداره برادر. من طهماسب نیستم. شاه طهماسب هم مثل این آخریا نبود. معین الدین، همان قدرتی که امنیت رو در این کشور برقرار کرده تا هیچ دزد و راهبندی تخم تجاوز به مال هیچ احدی از شاه گرفته تا گداری نداشته باشه و البته شما هم اینو تصدیق کردی، آقایانتان شما و همه رو رسما اصیل اعلام میکنن. سارقان و راهزنان از هراس و مجازات دست از این اعمال شستن. شاه نمیتونین مردم رو به خاطر عقاید طهماسبشون مورد مجازات قرار بدید. اینها با آرزوی بهشت با ما چنین کرده تا امروز. بله، اگر شما لحظه مجال حکومت داشتید و با عثمانی همسایه بودید شما هم چنین میکردید. بر مردم و پدر ما خورده نگیرید. آنها که صلاح رو در این راه منتخب میدانند خب لابد صلاح میدانند، اما من و شما صلاحی که در آن نمیبینیم هیچ. این صلاح دید طهماسبی رو شر مطلق میدانیم. اما ما با شما آقایانتان چنین نمیکردیم. نه، شما فقط خودتان رو نبینید، نگارگران و موسیقیدانان رو هم از کشور فراری دادن. نمایشگران دست از نمایشگری شستن. به خاطر چه؟ به خاطر دگرگون شدن حال پدر ما به دست آقایان غریبه به ایشون. حالا آنها پا دارند، میتوانند مفر یابند. شما زبان دارید، قلم دارید، میتوانید بنویسید، اما آن از فریاد درختان مو که هر شب در گوش من مویه میکنند آنها رو چطور تعبیر میکنید آقا؟ اگر دگرگونی طهماسب به فقیر یک سود داشت، همین فراری دادن اون نفهمان بیخردی بود که بر خود نام هنرمند میگذاشتند و همان به که به عثمانی و هند و هر بی صفتخانه دیگری مفر یابند. دیگه گور بابای هرچه درخت نمون.
میرزا مختوم هم مثل شاه طهماسب فکر میکنه مرخصی. برو. من شخصا به اینو نظر کردم شاه اسماعیل. قاضی رحم کنید، آفتاب طلوع کرده. شما خودتان رنجیده اید. شما آقای اقلیت ستم دیده اید. من حرف از چه میزدم؟ از اصالت ما. ابداً. بس من سخنان شما را کشف فهمیدم. ما حرف از برابری میزنیم میرزا. نه تنها برابری ما و شما، برابری همگان. اما گویا شما اگر صدارت آقا و آقا بازی داشتید با همگان ما هم میکردید که تماسبیا با شما کردن. خیر. دروغ نگو معین‌الدین. بی جهت نبودید که پدر ما با شما و پدران ما با شما چنین کردن. به خدا این چنین نیست. گوش شما حروف من رو بی‌شباهت به مفتشان عثمانی استماع نمیکنه. گوش شما شایعات رو از پیش سم میکنه. قراره برای خودشان ببافن که من شاه اسماعیل به طریقت آقایان شما در خواهم آمد. اما بدانید میرزا، هر چه شود، هر چه کنید، نام علی ابن ابی طالب بر سکه‌های ما ضرب خواهد شد. پس تفاوت شما با آن حرامزاده‌ها در چیه ها؟ ما برابری جویی میکنیم، شما در پی دستیابی به اصالت و رسمیتی هستید که حق حیات رو از همه به جز خودتان سلب میکنه. نگارگران ما مگر آلت شیطان نگارگری کردن که آن را هنر نفهمان خطاب میکنیم؟ مگر آنها دست خود را برای نگارگری پروردگار هم شما و همان آن محمد میرزای کمانچه مگر عروسی شوهرمنه شما با هوای مادرتان را مطربی کرده؟ حالا هم برو به همون خفیه. برو. نکن بابا این کار اسماعیل. هنوز دستت به تنبان ما نرسیده پیشوند شاهی رو خوردی میرزا. عذر ما را بپذیرید شاه. ما همین که از پیاله چرکینی که دست شما با آن خورده رفع تشریکی کنیم برای ما کافی است. من دست به یک پیاله چرکینی نمیبرم. رحم کنید، آفتاب طلوع کرده. این ساعت صبح ما را بیرون ببینن سلاخی میکنن. پس شما از ترس طلوع آفتاب رحم ما رو خواست دارید، نه به علت فهم و کسب‌فکری خودتان، نه به علت درک برابری جویی ما. برابری جویی ما به چشم شما هیچ نیست. شما اصالت و رسمیت خودتان را میخواهید بردارید و برید. خیر، در بساطم همچین چیزی ندارم میرزا مختوم. اگرم بپذیرید دیره برای کسب اطمینان من. بفرمایید. به خدای ما و خودتان، ما برابری جویی شما را اصیل میدانیم شاه. من کمترین به شرافت امت دربندم قسم میخورم هر چه امر شما باشد راهنمای ماست. شرافت شما را دیدم، چه برسد به امت دربندتان. آقایانتان را بگویید که اگر هر گونه حد که حرمتی از ما دیدند بگویند تا ما خواب مرگی را همین شب پیش رو راه پیش روی خودمان قرار دهیم. خلاف آیین ماست خواب مرگی خودخواسته. خلاف شما نیست. هست. یک کاش من در این کشور کسی را برای هم صحبتی داشت. شاه، من از جانب خودم و امت مرحومه خود از شما طلب بخشش و برابری دارم. شاه بروید به خانه‌تان. سپرده ایم در راه روز و شب هر که بر شما حق و حرمت کند، بزرگان شما را لعن و نفرین کند، در دم به دار مجازات آویخته شود. شما هم از این پس آزادید تا چون دیگر آقایان در کنار ما نشسته و در امورات مربوط همین و هم صحبت ما باشید. بفرمایید. از این فرمان مردم من نیز چون مردم شما شیفته شما صفویه خواهند بود. صبحتان تا ابد بخیر باشد. بفرمایید. در این مدت که ما نبودیم چه شد؟ اسماعیل میرزا شاه شد. دروغ میگی پری. خب چه خبر؟ چه احوال؟ هیچ.
بایدم هیچ خبری نباشه. شما که بانوی اولی کنید بر این دربار همه چیز بی عیب و اشکال پیش میره پریجان. جسارت نمی‌کنم پیکر سلطان بیگم. اسماعیل اگر خواهر دیگری داشت از آن قلعه اسیری بیرون نمی‌آمد. پیکر به خدا قسم من فقط به درایت شما گوش کردم. اگر پیش از این آن عهد بین من و شما برقرار میشد همه ما به گاه جوانی از این مقرر سود می‌برد. پیکر خودتان که دیدید من پیش پدر دست بسته بودم. فقط یک روز از پادشاهی برادر ناتنی نگذشته خواست شما را اجابت کردم. و اتفاقا نیکوتر که این چنین شد و ما به حسن نیت شما بر هم خون پی بردیم. به والله من هم اگر جای شما بودم این زمان را بهترین زمان می‌دانستم. با این اوصاف برادرم دیروز فرمودند دیگر من رو به دیدار نمیپذیرند تا شما برسید. بابا از اسماعیل خورده نگیر پری. تقصیر این دیرکرد به گردن من عزیزم. بگو ببینم چه شد؟ بی هیچ رنج و زحمت برادر رو به کوشک رساندیم. فقط غلط من سپردن اسماعیل به این پسره بود. همینی که ما فرستادیم؟ جسارتاً. همین چیز؟ اسماعیل به علی بیگ گفته بهم بگه اگه این پسر نباشه من از قهقهه بیرون نمیام. حالا ما کل پایتخت رو گشتیم نبود. فرستادیم اصفهان به هر زوری شده از حجره پدرش با 1000 پول و لیس و منت و زحمت کشاندیمش بیرون و با تیزترین مادیان هم فرستادیمش به شما. ها؟ میگم سر و سری با این پسره داره. چه سر و سر؟ اگر میدانستم که نمیگفتم سر و سر. چه کار میکنم؟ برادرم بیش از حد با این آقا میرن و میان. در خفیه شب و روزم نداره. برادر شما پادشاه دیگه. خودش سلام میدانه. با ایشان هش و نشه بیشتری داشته باشه یا با دیگرم یا حتی با من و شما. جسارتم. فرمایش شما درست. اما آیا این که بی مهر حسن بیگ حتی دست به ظرف افیونی نمیزنه درسته؟ بله. اگر بر ظرف مخدرات مهر حسن بیگ حلواچی نباشه آقا لب به حقه شاهی نمیزنه. شاید غیبت ما موجب این ماجراست پری. من که بودم در غیاب شما پیکر. نمیدانستم اسماعیل با خودش عادات تازه به سوغات آورده. هر جای جدید که میره دانه درخت مو میکاره. کتاب بیعنوانی رو همیشه به دست چپ داره. حرف از برابری میزنه. حرف از بازگشت استادان نگارگر. میگه خواب کرت مو میبینم. الانم که هر جا میره میرزا محمد کمونچه رو با خودش میبره. من میترسم پیکر. هیچ احدی خبر از مضمون کتاب نداره. بی وقفه زیر لب حرف میزنه. حسن بگم مغر نمیاد. اصلا بیشاه چرا هست؟ اصلا بیشاه ظاهر نمیشه که بشه ازش حرف خواست. نمیدونی چه ترسی به جون اشراف افتاده. هیچ مردی بیان که در تنبان خودش بشاشه پیش حسن بیگ نمیره. در راه که میامدی میرزا مخدوم رو سوار بر اسب بگم راست. حالا که شما ماجرای میرزا مخدوم رو میگی پیکر من حقیقتا هراس دارم از امرای قزلباش سر این قضیه. میدانی مخدوم بیماره؟ چرا؟ بس که تن این آقا آفتاب ندیده. حالا راست سر صبح تو بازار سوار بر اسب آخه. اینها زحمات پدر بودن. یادگاری مادرم. خدا بیامرزه. خدا رفتگانتون رو بیامرزه. بله میدانم همه مدل چرکین از ایشان داشتیم. اما اگر خوندم زحمات پدر و شیخ جنید نبود الان چه کسی ملت رو در برابر عثمانی نگه می‌داشت؟ نبودن که یک سر جنباندن بود تا تماشای سپاه سلطان سلیمان در همین قزوین خودمان به خدا. بله برادر ما بود که عثمانی ها را نشان سر جا. اما فقط میدان نبرد و زور و شمشیر نیست که عثمانی ها را سالها ترسانده. ما ملت یک پارچه می‌خواستیم دیگه نه؟ بله. پدر ما هم اونقدر که اسماعیل میگه گاو نبود که. به اون خدا بیامرز میگه گاو؟ میگه به خدا. بسم الله الرحمن. اینا شاهی رو بیش از 1 سال مانا نمی‌کنه. همون اول اهل قبور خوندم بگیم. من میدونم که شخص ما 2 نفر به انتفاع صفویه حرف میزنیم. نه فقط انتفاع 2 روزه خودمان. و قطعا اطمینان خاطر دارم که حیات صفوی برای ما ارجح‌تر از پادشاهی برادر من و همسر شماست. اسماعیل هم از این حرفا میزنه ها. اما فقط حرف. هیچ رعایت صفویه رو نمیکنه. در این مدت کوتاهی همه رخداد حاصل شده و ما نبودیم. تو این 6-8 ماه به اندازه 20 یا 30 سال حکومتداری آدم کشته. بله؟ از شاهزاده ها فقط محمد میرزا زنده است. نمیفهمم. این مال من؟ مال تو. تا اونجایی پیش رفته که علی قلی بیگ قورکان شاملو رو مأمور کشتن عباس میرزا کرده. اون بچه فقط 6 سال داره. پری تعجیل کنید به خدمت اسماعیل. خانم اگه نبود پسر علی قلی تا الان کشته بود بچه رو. هی بهش میگم نکش برادر شما فقط از دار دنیا یک دختر بدید. گوششو پس میکشه. دست به جلو میبر که از این داروها یه پسری چیزی بیاد این صفحه یک دم خیال آسوده بکشه. محمد میرزا که این کاره نیست.
ولی اگر زنونی چون من و شما نداشت که سرامون شیخ جنید کارش تمام بود. شما پیش از من داخل شو. برو بیرون پری، برو بیرون، نمیخوام ببینمت. برو گفتم تا پیکر نیومده نمیخوام ببینمت. از تمام دنیا یک زن داشتیم که آن را از ما گرفتید، حالا که نوبت ترجیح شماست معلوم نیست منتظر چه نشسته ای. آنقدر پشت دیوارای بلند مرد دیدیم که صدای پیکر سلطان جان دلمان هم از گوشمان ناپدید شد. اسماعیل نخور پیشبند بی مقدار ما رو پری. بذار من بیناموسی پیشبند دروغی رو بار کشی کنم. اسماعیل اگر شما بیناموسی پس من اینجا چه کار میکنم؟ شاه هستم من بی اسمت که ناموسم شده این حسن بیک جان تو من به باد حسن به این بگو بده حسن. ما چقدر بی مقداریم که اسماعیل جان به جای رخ به ما پیکر حسن بیک رو نماید. دهانت رو بشور از نام زنم. منم پیکر سلطان اسماعیل. این همه ما مردیم از دوری شما، این همه نفر گماردیم بر آزادی شما، این همه خودتان زنان طهماسبی را در زندان به حضور تن شاعرتان نپذیرفتید تا امروز که با جوانکی خوش سیما وصلت بازی کنید. پیر شدی پیکر. اما تو هم آنقدر دیوانه‌ای که بودی. من گفتم؟ گفتی و من باور نکردم همانی که رفته برمیگرده. دیدی؟ نگفتی با خودت صحبت بسیار به قزوین میاری؟ 20 سال هم بنده کتاب و خمره و مردانی بودم که چون من هیچ ناموسی بر ایشان روا نبود. آن زنان که پدر میفرستاد هم نه اینکه باب میل دل ما نباشد که نبود. همهشان تنشان آلت پدر بود برای کسب رضایت ما که ما همه را پس میزدیم. شما را هم که رضایت نمیدادن نزد ما بفرستم. آنقدری که شما را دوست داشت پسرش را دوست نمی داشت و هر بار که جای الماس طهماسبی پشت دیوار بلند قهقه نبود. من با این همه دوری تنم را حتی از هوای قزوین پوشاندم و شما مثل اینکه باور نداشتی بعد کنم. استاد بیرون. اصلا به جایش به شما خوب است. پری جان نکش اینجا نکش. بیرون. بفرمایید پری. ما از دنیا فقط یک دختر بیشتر نداریم اسماعیل. دختر من کجاست؟ هست. چند سالشه؟ 20 سال. کجاست؟ هست اسماعیل به خفیه. به خفیه چرا؟ ما مثلا شاه این خراب شده این بگید بیاد بیرون از خفیه. بیاد بیرون چی ببینه اسماعیل؟ بیاد من ببینمش الان بیاد. بیاد بیرون شاه نشه ای رو ببینه که از ناز کردن خوشگل پسرای این ملک به زنی سردی میکنه. تا الان شاهی دستور بدی میاد، اما من مادرم رو ببینم دخترم تو این اوضاع پدرش رو میبینه ملکه میشه. این نشگی میپره تا اون بیاد. میپره، اما دخترت با آغوش مرد امرد بازی میره که بعد از 20 سال دوری از خانوادهش کشتن شاهزاده و برادرش رو به پرسش از حال دخترش ترجیح میده. من شاهم پیکر شاه. باید بکشم تا تو زنده بمونی. آنقدر کشتی که بعد از ما بیابان خالی از مردی باقی میمونه که بیشتر شبیه ملک افغان هاست تا ملک صفویه. نباشه این تخم ترکه‌ای که فرزندش رو به پاس قلقمه عثمانی محبوس میکنه. خطای طهماسبی رو با عقده پس نده اسماعیل. طهماس از عاشقی تو دیوانه شد. دهانت آب بکش عزیزم. بیا آب کشیدم چه شد بالا خانم رفته شد. صلوات بفرست اسماعیل. پدر عاشق تو نبود تو عاشق او بودی. شما دخترم رو از من گرفتی همانطور که من از مادرم من از سرزمینم، اما نمیدانستی در مقطع کتابخانه بزرگ برای فکر نمی‌کردید آن مادر به خطا روزی از پشت دیوارهای بلند مفری به تخت شاهی آورد. و الا 20 سال وقت داشتید ما را از اون دانشکده بیرون بیارید. میدانم حتی در خفیه چه ها می‌بافتید. پیکر سلطان بیگم ما پشتان دیوارهای بلند آموختیم که در مشرقی عالم بر در باشیم عاجز از جهل. ما در آن چله نشینی که بیش از هر پیامبری به خلوت بود آموختیم که آگاهی از غیب معجزه خداوندی است، عمل عادت مفتش است. در این لحظه کسی که به شما گوش میدهد خداوندی است که از عبدالملک به شما نزدیک اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حبل الورید به شما نزدیکترین پیکر سلطان بیگم محمد. ببارید اللهم نگو شیطان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شیخ گفتن من تو حرام پیکر ما گناهکارانی. این روزا شیطان هم با ذکر صلوات از این اتاق بیرون نمیره چه برسه به قطع کلام من اشرف مخلوقات. من 20 سال نماز نمیخوانم پیکر. من کلمات خدا رو فراموش کردم پیکر شما هم. ما مسلمان نیستیم. ما در این ذات تنها بار کشیم نام میکنیم که همون فقط به علت برای بیشتر خوبیدن پرتگران کنم. بر سر آدم درستیم که تنها روزی یک شرکت نماز دست بسته میکنم. اللهم صل علی حسین و اسماعیل. حتی به حرفهای من گوش ندادی پیکر. برو بیرون از این خمخانه خیالی که برای خودم ساختم. برو زیر آسمان شیطان، زیر باران خونی که به راه انداختم. برو و همه با هم منو نفرین کنیم. خوش خیالی کنین برای عباس میرزا که تا الان بوی جنازش تموم ملک ما رو برداشته. برو. کجایی حسین بیگ؟ بیابان بیابان؟ نه برادر، من هنوز میشنوم این دریاست. هوابه چه سرابی که صدای امواجش داره گوشامم از من میدزده. چه سرابی که بوی باه میگردیده. بادم بگو یه خود شده بیابان شده ماه یادم بگرد. خود اول نگو اینجا قزوینه. بوده کتافت با تمام ایران سفر بکنه. من فقط کورم حسین بیگ. بوده کتافت و گندیر ایران تمام ایران سفر میکنه. بمیر ای باد بمیر و این نفه کثافت رو به هیچ کجا نبر. من بیا به روی شاه کش رو ببر، از اینجا ببر بکش، اما در این روی کمیدگی رو بمیر یا ببر. هزار افسار از این سرزمین، هزار بار رسیدن تو به هزار کشور میرسه و هزار افسار از این سرزمین پر میکشه. نبر نفعی خدمت من اینجا، این من و ما رو بیاده نکن. بذارید خدمت برای ما مانم، بذارید کشور از زمین گردیدگی شما از این تاریخ بیشتر و بیشتر از آفریقی. شاید ما برای خواهر خودتون همون سرزمین افسانه آبادی ببینید. من فقط اما این بار بلدتر و عقاب و بیشاب و باقلش فقط باد کنید باد جا باید ببرید. جا برید بذارید چشما پشت از صدای این انبار، بذار نمک سوخت این تازه های خالی. خیال پس این باد چیه؟ ایتم از خیال حسین بیگ، من فقط کورم. یه خونم خیاله اینجا دریاست، باد داره بارون میبره. بذار اگر خیاله، بذار اگر این خون از نهارتون بیرون بیاد.
این خوشیاری باقی بمونید. شما ها که میبینید و چقدر در برابر خودم خفیف میدونم حسین بی، جبر واقعیت شما رو از دیدن حقیقت و دیدن بادها لمس بوی دریاها کور کرده. حتی در برابر نمه یاد که میبینی چشمات رنگ خود است. باز کن تا حقیقت رو ببینی. دارد رو ببین نکن حسین بی. این خیال که خواهد نمیکنی هدیه اسماعیله. حتی اگه چشمات رو باز نمی کنی، حتی اگه از درد سبوی رنج می‌ترسی، چشمات رو تا ابد ببند. بیست بیست بیست. خلاف مسیر ما حسین شاید خدا که در حال نمیدن ما آواز رو با من بیا حسین چشمای ببین یا میشه چشمای بیا حسین بیا تا وادی گریزان چیست؟ شاه بزن چیستی؟ ای وادی گریزان چیست حسین؟ زبانت باز شده حسین. آنچه از تو گرفته شده به شما باز میگردم. اینم خیال تو داری حرف میزنی و من آنچه اسماعیل از شما گرفته به شما باز میگردم. ببین این همان است. چه چیز تو از بودی میکشنده؟ چه دردیست است این به هنگامی که روباه را میکشند از گله مخلوقات دوری کنید. به هنگامی که روباه را میکشند از گله مخلوقات دوری کنید. روباه میمیرد، ناپدید میشود. آنچه دیده اید بر زبان چشم خود رازداری کنید. به گاه فاش این راز موهبتی که بر شما روا داشتم و هر آلتی که با آن مرا درک کردید را پس خواهم گرفت. آن کس که باید خود بر او ظاهر خواهم شد. آنچه باید به او خواهم گفت. آن را که باید و آن کس که باید خواهم داد یا خواهم ستان. روباه که بمیرد شغال کور گله جاهلان را میچراند و گله جاهلان چوپان مینوازشان را هم از یاد میبرند. حمد خدا میکنند دست بستگان و سنگ به سرا، اما هیچ یک از آنچه روباه میکند هیچ نمیدانند و نخواهند دانست. روباه اما میداند که کیست و چوپان را خوب به یاد دارد. از او بترسید که این شمایان صبر رنج دانش ندارید. از او بترسید، مفری بیابید، دور بمانید. روباه هیچ کس را نمیبخشد، هیچ کس. حتی چوپانی که نغمه های گاه و بیگاهش دسته جاهلان را امید روشنایی میدهد و اما جهل که تنها شیطان گریبان دستهشان است را به اثر نمیکشاند. اخبار میخواندم اسماعیل.
قرآن به دست دروغ می بافید. امان از روزی که قرآنم در بساط صفوی حراج شد. آن موقع تا همین کتاب بیگناه هم در کار نخواهد بود تا با چشمان بینا بر آن بنگری و دروغ بسازی. گفتم از بر می‌کنم. پس این من بودم که خطوط کلام خدا را چون ماده سگی بو می‌کردم. من از کجا بدانم در کتاب خدا چه نوشته شده؟ کدام کتاب؟ من از بر می‌کنم. دست و پا نزن محمد، من دیدم. چرا؟ برای چه شما را مدت هاست در خلوتتان نگاه میکنم یا چه چیز را دیدم؟ چه چیز را دیدم؟ من همه چیز را در همه جا و همه وقت میبینم. سالی پادشاهی کردن خود را خدا می‌داند. نعوذ بالله. نمی‌انگاری؟ استغفر الله. در این کشور برای مردان اختم امکان پادشاهی هست؟ نه خیر. ما داعیه خدایی نداریم برادر. بله، این انگاره باور داریم. نعوذ بالله. ما فقط مفتش داریم. اما تا به حال نسپرده بودیم که از چشمان شما اطمینان حاصل کنند. نیاز نمید برادر. میدانید چقدر خفت انگیز است از غریبه‌ای بپرسی برادرم به راستی کور است؟ من همه چیز را کار می‌بینم. به نزدیکی آید. اگر لباس نقام سیاه بپوشید و در برابر دیوار سپید بایستی، چشمان من شما و دیوار را یک فام و یک چیز می‌بینم. پس چگونه کلمات سیاه قرآن را بر اوراق سفید تشخیص می‌دهید؟ من از بر می‌کنم. می‌شود همان آیه را از بر بخوانی؟ نمی‌شنوم. یکتمون و سیئات. آیه دیگر از بر بخوان. ما را که کشتید نه به مزار ما بیا و نه نماز بگذار و نه حتی برای ما فاتحه‌ای بخوان. قرآن به دست دروغ می‌بافید. آیه ای از قرآن به یاد ندارید. نمازتان را هم فقط ابتدا می‌کنید. به قول خودتان من از نوابگی که کشور را از شر عثمانی خلاص می‌کردم، شما مشغول رخت کثیف کردن با زنان بودید و معلوم نبوده در خفیه به چه کثافت بازی‌ها که مشغول نبودید. تمام زنان ایران با کرگی خود را به شما باخته بودند الا همین خوار مادر خودمان. آیه ای از بر می‌خواندید، زنان بخت باخته مسلمان را برای خود حلال می‌کردید. من حتی در کودکی شما رو به حال آمیزش حرام با زنان چرکس خدمتکار کاخ به یاد دارم و بهانه‌تان دین آنان بود. پدر ما هر دختری که برای ما برمی‌گزید پیش از آمدن در برابر فقط چشمان ما شما به حرمسرا می‌بردید. الا همین پیکر سلطان که از دست شما مفر یافت که آن مفر هم قلب پدر ما بود. شما حرام خورانه، حرام زادگانه، حرام کنان حرام لقمه را چه به دیدار ما با مسلمانان در اقلیت کشور، شما را چه به اسلام، شما را چه به دیدار ما با مسلمانان در اقلیت کشور، بر هر اهل کتابی جز خودتان عنوان و اسم و صفت بستید بروید بمیرید. بگذارید امت خدا آسوده باشد. منبر تمام شد برادر. با من شاه هستم وقتی که هنوز هم به منبر نرفتم. نکند جوابی برای ما داری؟ بله دارم. به چشمان من خیره حرام زاده در حالی که قرآن با آن دست آرام اسماعیل. چرا آرام؟ من چرخش چشمان تو را آرام‌تر برادر. پدر گفتی کورم. چرا فریاد بزنم؟ من تو رو میبینم کور نیستم. مراقب زبانت باش محمد میرزا، با شاه حرف میزنی. شاه اسماعیل اجالتا این دم آسوده باش. من از دروغ میزارم.
یا شاه کشی کنی یا بذار همه بفهمن تو عمری رو به یک ملت و دو پادشاه دروغ گفتی. توران بچه شاه خنجر میکشی. بیشتر گستاخم خنجر میکشم که شاه باشم که کتاب. خطی از خنجرت بر من بیفتد ملت تو را سلاخی برای میکنن. ملت فرقی نیست میان من و تو. ملت من هم اهل فرقند و هم تقریدن با ملت تو تنها اهل فرقند. اهل تقریب که سنگش رو به سینه میزنی. من کسی را به سینه نمیزنم احمد. آنها را آن میکشی. کس که بر جهل خداگاه هست را میکشم کور میکنم. قزوین، اصفهان، تمام ایران خواهند دانست من برای این کشور چه نه کردم. قبیله که سنگش رو به سینه من میزنی شد سنگ خود کسی را به زفر سینه یادی نمیزنم اما بدان اگر تنها اکثریت تو بدانند از ترس پادشاهی خود را به کوری زدی سلاخیت میکنم. دست بکشید برادران. او به من قبلی که پری چه کنم؟ خنجر زیر گلوی خود را حسه کنم. ببین دروغ بازی کرد. آرام دستانت را از بیش از کنم برد تا من خنجر را تمام قضیه صدای فریاد شما رو شنوم. دست بکشید. چه میگویید به هم؟ خواهر برادر هم کوریست. چشمانش نگاه کن پری. این چشم‌ها سالها بعد از نیمه شب چون بوفه به دنبال شکار خطوط کتب ممنوعه میخوانه. کافیه اسماعیل. شاه اسماعیل. کافیه. شاه اسماعیل. فرزند عباس میرزا رو سپردیم به دست علیقلی بیک گورکان شاملو. خیلی پیشتر از ما با قاطرش عازم شیراز. چه کردی اسماعیل؟ همه میدانن جز شما. حتی همین خواهر شما هم خبر داره. شما فقط کور بودی، کر که نبودی بودی. کن اسماعیل. برخلاف خودت عباس میرزا تو این 6 سالی که از عمرش میگذره خوب حرف میزنه، خوب میفهمه. انگار یه مرد تمام عیار مکتب دیده است و همین سن و سال بهتر از شما مغالطه میدانه. شاید علت این باشه که در محضر تو نبوده. بلند شد. سوار اسب من شد. اگه تا به این لحظه خفش نکردن دستشو بگیر ببرش به عثمانی به هر حرام صفت خانه دیگه ای که میخوایی. برو به هندوستان، نمیدونم، برو به یه قبرستان تا ما رو کله پا کنن. رفتار شما بیش از حد گستاخانه شده برادر. من برادر شما نیستم، شاه شما هستم. بله و من بر این پادشاهی شما تاکید دارم. آنچه از پیکر سلطان خواسته بودید را به ایشان دادیم به اکراه و تحمل ذلت خفت و خیز بابا. بله. مراقب این محمد میرزا هم باشید. پدر ما هم نفهمید چه میکنه. محمد میرزا اهل پادشاهی نیست شاه. خواهر از گفتگوی شما مطلعم، ول کنید حرفای تکراری رو. مقصود ما این بود که اگر پیش از تماشای رخ فرزندمان ما را کله پا کردید شما مسئول حفظ جان پسری که پیکر سلطان حمال اوست باشید و البته جان خودتان. محمد میرزا اهل این حرفا نیست. زنی که افسار برادرمون رو به دست داره گرچه با شما هم پیال است گاهن، اما بدانید اگر روزی محمد میرزا پادشاه این ملت بخت باخته بشه اون زن به این کشور حکومت میکنه، نه برادر ما. بله مطلعم، اما برادر من از آنچه شما میکنید با این کشور نیز بی اطلاع نیستم. مفتشان اخبار یک ملت را به ما میدهند و بیش از 2-3 کسوقه طول نمیکشد تا تمام شود. اما اخباری که از شما کاخنشینان مفتر جیره‌خوار به ما میرسانند تا طلوع آفتاب و چند ده باری تازه کردن منقل زمان از ما میسوزانند. از رفتار شما با هم خونانتان هویداست مفتشان چه دروغا که نمیبافند. خواهر حتی میدانم در لحظه اکنون به چه میاندیشید. بس کنید بروید پی کار. ما هم خونان چون شما نگران صفویه هستیم، نه فقط خودمان و جنابتان. دیدم به این تخم و ترکه و همخونی که ای به زبان میآورید. خواهر به شما چه ما در خفیه چه میکنیم با حسن بی؟ تمام سوال شما از پادشاهی ما سر و سر ما با این پسر است، بعد مینشینید برای خودتان میبافید ما به تقلید در آمده ایم. به خدا این برابری جویی حقیقتی است که شما 100 سال از آن را نادیده گرفته اید. آقایان فرقه را نشاندید پای پدر تا ما را به این روز در بیاورید. به والله پدر ما پیش از این مسلمان تر بود. آقایان تمامیت طلبی کردن، ما هم نشه بودیم، گمان کردیم ایشان نمایندگان خدا هستند روی زمین. ولمان کنید، ما خسته. خوش آمدی برادر. من بروم. باشید. قاضی بگید. سلام خاجون. سلام آقا. همان روز اول گفتیم بگذارید ما به قهقه برگردیم. آنقدر نگذاشتید که شد این خودتان هم کلافید. اجازه خروج میفرمایید شاه چه کار من اسماعیل؟ داشتید شما اصلا؟ هیچ، آمدیم دیدار تازه کنیم با برادر جانمان. قاضی به گوشهایت را محکم بچسب. قاضی چشمانت را شما چشم گوش خود را باز کنید. دروغ نبافید. آنچه بدان میاندیشید سخت ما را آشفته حال کرده است. این بساط تردستی رو هم جمع کنید. خواهر ما نه طفل 1 ساله هستیم، نه بز سامری، نه خر دجال.
پس حرف از برادری خواهری نزن که قزوین را خزینه آخرت هم خونان خود میکنم. حرف از صفویه نزن که این پایتخت نیم بندتان و هرچه در آن هست را گردن میزنم و امیرالمؤمنین زاینده رود را پر از اجساد شاهزاده ها میکنم و شما را به کنیزی خورده دون پا بدل میکنم. من سکوت پیشه میکنم در برابر این خفت که بار خود با من و دیگران و این کشور بیگناه میکنه. چشمان بینای محمد برایتان آیت نبود، تن تکه پاره پیکر برایتان حجت نبود. این دروغی که از شما بعید میدانم خواهر برایتان برهان نیست. شرم کنید. آنچه با من و ما قزلباش و پیر و جوان کردید اسماعیل گران به گردن همه ایمان تمام میشود، نه فقط شما. همه‌اش به گردن من پری، همه‌اش نترسید. این عشقهای دروغین بزدلت را از من پنهان کن. خداوند از سر تقصیرات تو بگذرد برادر. دهانت رو بشور از این همخونی. از تاریخ بترس اگر از خدا نمیترسی. شما از خدا نمیترسید. 20 سال ما را به قهقهه فرستادید، نمیدانستید ما از نوباوگی فرمانده سپاه صفویه بودیم در برابر عثمانی. این کهنه سرباز خوفناکتر از اینها رو به خاطر داره خواهر. زبان شما پیر است گویی پدر مایی. نبودی و نمیدانی، اما بدان پدر جوانی را از تو نگرفت، زنت را از تو غصب نکرد، تو را بدل به این کهنه سرباز و کهنه اندیشی کرد که در برابر یک ایران نیستی و خود اولات باره همگان میکنی. شما ایران نیستید، شمایان ملت نیستید و متاسفم برایتان که شاه هم نیستید و این تو نمیتوانی یک دم شاه این خراب شده باشی. همه به این حرفا افکار پوسیدت میخندند اسماعیل. گناه میسوزد، دروغ‌هایت برای مردم کهنه است. بترس از تاریخ اگر از خدا نمیترسی. بترس از امرای قزلباش که دیدی چگونه به رکاب همین زنی که تحقیرش میکنی آب از دهان را افتاده زوزه میکشند و انتظار. شما هم دست بکش از این نمایش مسخره قاضی. قاضی بی واکن اون چشم کوفتیو. قاضی اوه چه شد؟ رید به ما رفت. هیچ آقا، خواهرمان یه ماجرایی رو برای ما شکافت و رفت. بگم؟ بذار بره. مگه نرفتم؟ هوشش هنوز اینجاست. بگم؟ صبر کن خودم خبرت میکنم. خب بگو. مرزها در آسایش کامل هستند، از همسایگان هیچ یک تخم ندارد بجنبد. خب در کشور امنیت کامل برقراره. خب دیروز بعد از 1 سال ماموران ما یک مورد دزدی از یک مسجد در اصفهان گزارش کردند. اونم چیز خاصی نبوده، یه نسخه قرآن بوده برگردونده شده سر جاش. اینا یعنی از کتاب خدام نمیتونن مراقبت کنن؟ نه، بازار رونق دارد، مردم سیر هستند، تجار بی نگرانی باربری میکنند به همه جای ایران. شمار فرنگی‌ها در پایتخت بیشتر شد. جمعی از نگارگران به ایران بازگشتند. نمایشگران روز و شب مشغول نمایشگری در میادین شهرها هستند. موسیقیدانان همچنان با احتیاط ساز به دست در شهرها دیده میشوند. فقط کشور پر از مفتشان عثمانی است. نگران نباشید، همه آنها را ما میشناسیم و زیر نظر داریم و فقط هر آنچه که خودمان میخواهیم میبینند و میشنوند و مخابره میکنند. فقط چیزهایی هست که من نگران آنها هستم. نگران چه؟ شو انداختن در همه جا که شما با این تقلید در آمده اید. چه شده؟ امرای قزلباش هم به شدت عصبانی هستند. خب چرا خودشان نیامدن رو در رو با ما گفتگو کنن؟ آنها اگر اهل گفتگو بودن تا الان آمده بودند آقا جان. قاضی بیگ، شما که بودی دیدی ما با چه زبان تیزی با میرزا مخدوم سخن گفتیم. شما که بودی و مجلس ما را با میرزا مخدوم درک کردی. اونا که ندیدن آقا، اینا فقط ببینن میرزا مخدوم سوار بر اسب در قزوین تردد میکنه براشون کافیه. ملتی که اهل تقلید رو لعن میکردن هم فرستادید به چوب بستن. دیگه در حال حاضر زده به مغز حرام امرای قزلباش. این حسن بیگ چیه؟ اینم علم کردن کاخ از پش بچه کر کردن، یه مش ملت ابله هم انداختن دنبال خودشون. انقدر ببین بسم الله الرحمن الرحیم. زیباست نه؟ بسیار زیباست.
بازی این عروس سالها از اون طرف منظومه سفر میکنه تا در برابر خورشید لباس از تن مرمرینش بکنه. عشق این یک تکه سنگ به خورشید رو ببین آخه قاضی بگی. چه میکنی قاضی بگی؟ نماز آیات بر ما واجب شاه، تجلیل بفرمایید تا دیر نشد. نگاه کن، این شکوه برای تماشای ماست. زمین رغبت انگیز به چنین لحظاتی محتاج برادر. به طریقت ما در این لحظه نماز آیات واجب شاه. حوالی هم واجبه. شما نمیخوانید؟ میخوانم آقا، به زحمت تماشا. الله اکبر. به خدا خستم. این لحظه برای من چون جرعه‌ای آب برای مرد رو به موت از تشنگی در بیابان میماند. من به این لحظه آرامم و رضایت دارم. شکر بدهید. خبر از چه آورده‌ای برایم ای عروس؟ زفاف تو و خورشید در این شب اسیری مرا آسوده خاطر می‌کند که این پرده‌گر برافتد در میان افتادن پرده آخر من نیز خواهم بود. قبول باش. سلام الله. شما نمیخوانید؟ میخوانم. من همچون شما نماز آیات را واجب می‌دانم. نخواندید که آقا. اجازه بدهید شاه در تنهایی و به دور از ریا نماز بخوانم. بله. مرخصم. مطلب مانده آقا. قاضی بگی. یک کاسه آب از همان حوض نقره‌خان به ما برسان. چشم. خبرتان میکنم. بفرمایید. ای خدا، من به یک ملت شاهم و تو برگردم. جان مرا بگیر و همه را راحت کن. اما بدان پس از آن جهل به این کشور حکومت خواهد کرد و نه بدان از یاد مبر که فراموشی برازنده تاریخ اگر باشد برازنده خدا نیست. سلام خاتون. بله، کجا؟ خدمت آقا. پری، خدمت شاه دیگه. پری، کدام شاه؟ این کشور مگه چند تا شاه پری، داره؟ کدامشان؟ شاه اسماعیل. پری، اینجا دربار صفوی است حسن به. بلا شک. پری، در این دربار زنان افسر این کشور را به دست دارم پسر جان. مگر کشور یابوست خاتون؟ پری خواه! حسن فندک
فندک. چی شده؟ هیچ. فندک داری؟ چی شده؟ فندک. هیچ. سلام آقا. چی شده؟ هیچ. فندک داری؟ چی شده؟ فندک. هیچ. رفت نرفت مگه؟ رفت دیگه. چی شده؟ این کشور مادیان که نه خر نر هم باشد که از افسارش دست ماست. ما که در نزدیکی اسماعیل میرزا هستیم میدانیم که ایشان همانند پدرشان یا دیگر آقایان نیستند که زنانشان، خواهرانشان و یا حتی همخونان مرد ایشان برای کشورشان افسار کشی کنند. بله، مانند دیگر آقایان نیستند که آغوش همسرشان را به بهانه آغوش پسری حلواچی پس میزنند. خاتون، پاسی از این شب تار گذشته است و آقا جان اگر پیجو شوند و این افیونی مهر شده را نبینند طوفان به پا میکنند ها. این را نبینند یا اگر شما را نبینند؟ پیکر سلطان بیگم، ماجرا تنها همین ظرف است. ببینم. شهرمندم خاتون دستور آقا جانه که هیچ عهدی جز ما به این ظرف و مظروفش رایی نداشته باشه. ببینم. عفو کنید خاتون، باید برم. آفرین! ما خوشمان میآید که میبینیم اطراف همسرمان را امثال شمایانی پر کرده که تن به این زور و ترس و خفتی نمیدن تا شرافت خود را به این شاه و این کشور نمایش دهند. آفرین. ممنونم خاتون. بفرمایید اینها به کناری بروند تا از خدمتتان مرخص شویم میگم. میدانی اینها که میگویی تنها با تماشای جوانه گور سبیل شما هوش از دلشان رفته و تمامت اوریان بهشتی را پس میزنند؟ هیچ میدانی اینها که میگویی هستی خود را در گرو بوسه ای از لبان سرخ شما میدن؟ نمیدانی اصلا بگه حلواچی حلوایت میکنن اینها با تنشان همگی به ناگاه با هم به یک زمان. یعنی چه خاتون؟ عفو کنید من را از این کار نمی‌کنم. کجا میری خوشگله؟ ببین ظرفی هم در دستان من. ظرف زیبایی هم هست. نه به زیبایی شما عزیز دل. بس هست دیگر خاتون. آخه این هنر دست مردان کدام دیار امربازیست پسر جان؟ هدیه همسرتان است. یک دم اگر در این بدمم به نجات تن و روانم یاید. بدم. بدم حسن بی بیشتر. اگر اینها باید به نجات شما بیایند که آمدن اصلا بودن اینجا. بگذارید من بروم. همه به فرمان منن نه به فرمان سوت شاهی عزیز دل. از جان من چه میخواهید؟ ترجیح کنید تا خدمت همسر ما پادشاه خودتان. این چیز خواهشی دارم. امر کنید خاتون. باش. امر میکنم این ظرف زیبا را هم با خود به خفیه ببرید. میترسم شوهرمون بیش از گنجایش ظرف شما بخواهد و در این شب به لطف مظروف ما خماری نکشید. چیست؟ افیونیست از همانها که خودتان دارید. اعلاش. بدهید به من میبرم. یه جلو دیگه. حسن ما را دیدی، شنیدی، درک کردی. نه خاتون. آن چیز خواهشی دارم کمی رعایت کنید. او خود نمیداند شما که میدانید. یه کاری کنید هرچه برشد نرود پایان گفتی سر کنید ترک این عادت کنند. همه ما نگرانیم به خدا قسم.
شب شما بخیر. خیر 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 خیر. به سلام. کیست؟ شما باید پاسخ دهید. زنده باد شاه. زنده باد. دوستداران این آب و خاک، حسین بی خدا شاه. و تو باش باز این آب و خاک. هیدر میرزا. خودش است. آقا جان، من از پدرتان پوزش خواستم من و ایشان مرا بخشید که پشتتان را خالی از سربار باقی گذاشتم. من را هم بخشید آقا جان. شما را به خدا نگیرید از ما این تحفه بینایی و خروج از گوینگیرا. آقا جان، شما که از پاکانی و در بهشت برین منزل دارید، اما این حقیر و حسین قلی در اندیشه آخرتی تلخ بودیم و بیم داشتیم. اگر بخشودگی بر ما روا نباشد به دوزخ منزل داریم. آقا جان، برزخ حالا برزخ. دیگر به ساعتی که باید به شعله‌های شکنجه‌بار بوده برگردم چندان نمانده. چرا هیدر میرزا؟ من اگر از افشای رازهای زندان خود من نشده بودم می توانستم چنان توصیفش کنم که کمترین کلمه آن روح شما را شفته دارد و خون گرمتان را منجمد کند و جهد و تاب موهایتان را برافشاند و حتی آن را به سان خار خار پشت مصدر روز بیستاند. ولی راز جهان جاوید برای گوشهای ساخته از گوشت و خون نیست. اللهم صل علی محمد و آل آقا جان، شما گناهی ندارید که این چنین مجنون از آن جهان سخن میگویید. من سراپا گناه تخت شاهی از اسماعیل میرزا رو بودم. من ولد زنا حرم سرای او را تنها در یک شب دریدم. من بی مقدار آن دم که خداوند متعال برگزید اسماعیل میرزا پادشاه ایران باشد توسنی کردم و این من ندانستم که اسماعیل برادرم برگزیده ای از خداست. وال که فهمیدم اندیشیدم پی به گناه خود بردم. ایستادن در برابر آنچه خواست خداست گناه من بود و این من مادر به خطا پشمانم. برای شامپین روح آشفته فاتحی بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک حمد و دو قل هوالله. یک حمد و یک قل هوالله. چه خبره آقا؟ اون روح حسین بگت من یه چیزی میدونه دیگه الکی شنیده. بسم الله الرحمن.
به هنگامی که پشت خود را از حسین بیگ یوزباشی خالی دیدم اشهد خود خواندم و از گناهانم در برابر خدا پوزش خواستم و از لحظه ای که حسین قلی خلفا سر ما را برید فرصت این گاه و این از ما خدا با کفاره گناهان خود را دادیم حیدر میرزا. دیدم من هم کفاره آن را هم دیدم اما کدامین کفاره شما که دیگر گنگ و بیچشم نیستید. پدر شما پس از بخشش ما آنها را به ما بازگرداند و ما را هم کرد از آن راز با هیچ کس سخن نگوییم. پدر ما و شما در لحظه اکنون از راز خودتان با پدر ما سخن گفتید. آخه فرمودند آن کس را که باید خود بر او ظاهر خواهم شد. شما که در آن جهان با هم هشت دارید آقا جان. شما که آن برزخ را ندیدید چگونه تا اینت آسوده خاطر از آن سخن میگویی؟ چگونه خود را از تهدید پدر ما مبرا میدانی؟ صدق الله العلی العظیم. پدر ما به شما داده را از شما خواهم ستاد تا بدانید جهل چه در طبیعت و چه در ماورا طبیعت شما را تنها نخواهد گذاشت. بدانید این جهل تا ابد این جهان و آخرت آن جهان وصل بر شماست آقایان. نگاهی که سکوت باید فریاد میزنید، نگاهی که عقل باید اقتدا میکنید، نگاهی که صبر باید ترجیح میکنید، نگاهی که چشم باید نمیبینید. شمایان چه نابهنگامید، شمایان چه پست و بیمقدارید، شمایان چقدر دلیل در برابرم میپندارم. این من را تقدیس کنید در برکشیدن آلات جهلتان، این من را بزرگ شمارید آقایان و حمد و سپاس بگذارید و پس از این عد جهلتان را ببخشایم. ساعت از نیمه شب گذشته، برادرم به اینجا میاد، من باید برم. شما را چه شده؟ چه شده؟ سلام. این خون چقدر تازه است. کافیه حسین بیگ، با این نگاه جهل‌آلود از تماشای من خسته نمیشی. ما از اینجا گذر میکردیم، شاه اجازه بدید بریم. من بر کوران و گنگان پادشاهی نمی کنم، شما خود پادشاه خود هستید. اجازه می دهید این بنده حقیر اینجا بمانم؟ درود خدا بر شما و خواهر مادر خودتان حسین بیگ باشه. بخوانید آن صفحاتی که از کتاب‌هایتان رو
بخوانید آن صفحاتی که از کتاب‌هایتان ربوده شده. من میمیرم. زهر یک سره بر جانم چیره می شود. آنقدر زنده نخواهم ماند تا طلوع آفتاب را باری دیگر ببینم، اما فریاد جارچیان را می شنوم که می گویند شاه کشی، شاه کشی. و بعد از آن الله اکبر مؤذن مسجد جامع. برادر محمد میرزا به پادشاهی برگزیده خواهد شد میدانم. فرزندم به دنیا می آید، شجاع الدین. به دست کسان محمد میرزا و خیرالنسا بیگم، هم او که تنها 8 ماه دارد و هم خواهرم خفه خواهند شد. پیکر سلطان بیگم اما تا پادشاهی فرزند محمد میرزا زنده خواهد ماند تا از پیری جان دهد. بیش از این دیگر به کار ما نمی آید که بدانیم. پس باید بگویم خاموشی است. اما پیش از آن نماز می‌خوانم. پشت همین صحنه مهجوری که بر آن پادشاهی کردم. 40 مؤمن که نه، نام هیچ مؤمنی نمی‌شناسم که در قنوت نمازم برایشان بخوانم الله مغفر، چه از مردگان چه از زندگان. عجب ردای سپید زیبایی آقا جان. دیر آمدید ها؟ نماز می‌خواندیم. الان؟ نماز شب. نماز شب دیگه چیه؟ بلش کن. بده ببینم. همش را که دود کردی بیما. حالمان خوش نبود کشیدیم. در ضمن این نیمه بود. گفتیم امشب کم از سابق بکشیم. زیادش هم برایتان خوب نیست. بی خیال هستم به شب ما رو سپوختی به این خماری. همین بسه دیگه آقا جان. این که تمام شد. آن چیز پشت پنهان کردی؟ هیچ آقا جان. ظرف به این زیبایی مظروف لعبتی در آن خفته شاید. من نمیدانم. بده ببینم. بده. آن مهر شما نیست حسن بیگ جان؟ هست، اما به زور دیگران. یعنی چه به زور؟ من را وادار به مهر این ظرف کردند، به دست خودشان. پیکر سلطان. قاضی بیگ گفتند؟ گمانه زدن. نباید کشید آقا جان. چه زوری بر حسن بیگ جان ما کردن که ظرف را تا به اینجا آورده؟ تمام امرای قزلباش به قزوین آمدند. به به. پیکر سلطان بیگم مرا با آنها دوره کردند. آنچه نیستم بر من و آنچه نیستی بر شما گفتند و خواستند این حقیر را به جرم گناه ناکرده ایمان مجازات کنند به همان گناه. چرا در صورت ندمیدی؟ آنچنان دمیدم که اسرافیل بیاید. همه ما همانجا بودند و به فرمان غیر من و شما. امرای قزلباش به قزوین آمدند.
دستور از غیر ما میگیرن، شما را اجبار به مهر این ظرف کردند و حالا این ظرف در دستان ماست. چه باید کرد؟ نباید کشید آقا جان. چرا؟ مهر آسوده بر این نخورده. ما که ندیدیم زور یا آسودگی که تو میگی. عادت به این گفتگوها با شما ندارم اصلا. من دیدم، بلا شک در این کثافتی نهادند تا ما را با هم به همانجا که خود میخواهند بفرستند. کجا؟ میمیریم اگر پکی از این بکشیم آقا جان. میمیرم. چه فرمودید شاه؟ تو که ظرف خواهد را دود کردی، این مال من. به خدا قسم آن ظرف نیمه بود. وقتی امرای قزلباش دستور از غیر ما میگیرند، فکر میکنی فرقی به حال ما میکنه فردا صبح را ببینیم یا نه؟ فرق میکنه آقا جان. این را من میدانم و نه تو فندک. نه خیر اسماعیل. فندک. ما هنوز نمردیم پسر. فندک. برمیگردم به قهقهه نکن. تو رو خدا بس آقا جان، کافیه دست بکش نکن. جای خود را بزنم بر تو بگویست. وعده ایمان را که روز اول گفتی عمل کردی. کدام وعده؟ پلی بر زاینده رود عزیز ساختی. از این طرف زاینده رود جانجانی به بعیدترین خشکی که اگر ما رو دوباره به قهقه فرستادن اصلا به یک جان ما بی هیچ ترس و بازگشت خودشو در زاینده رود بمیرانه، نه این که به گناه ناکرده مجازاتش کنن. یک پل؟ بله حسن جان، تعجیل کنید تا زاینده رود را بیابان نکردندم حرام زادگان بی غیرت. قزوین. اصفهان حسن، اصفهان خودمون سرده. شاه بشید! تعجیل کنید، آنها با تو همان میکنند که تو را از اون ترسوندن. برو دور شو از این شهر گناه. شاه بشید! کجا برم بی شما اسماعیل؟ برو صورت را هم با خودت ببر. آنجا کسی منتظر تو نیست، تو یا سور که برگردن داری. فقط برو، فقط برو. شاه بشید! اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علی. مرد.